این موجودی که میبینید در روستای درگرد به دست احمد مشکریم کشته شده است. این موجود یکی از جانوران کمیاب به نام مهدازما. آقای احمد مشکریم این را از روستای یوسف علی به درگرد می اومده. تو را اینا میبینه به شکل آدمیزاد بوده. بعد وقتی صداش میکنه کمکش میخواسته یه باری را کمکش برداره، کمکش بده، یهویی به این شکل در میاد. احمد مشکریم هم عادت داره با گرد میکشه، میدن تو سرش میکشش. بعد به این شکل در میاد. نگاه کن پاهاشو نگاه کن، عین اون آدمیزاده. نگاه کن کف پاهاشو نگاه کن، شکل آدمیزاده. ناخوناش هم شکل آدمیزاده، کف پاش، پنجه‌هاش همه شکل آدمیزاده. بعد میزنه میکشش. همکنون آقای احمد مشکریم الان در محیط زیست بازداشته، چون محیط زیست بهش گیر دادن که چرا این جانور رو کشته. اونا باورشون نمیاد این مهدازماه، ولی خود احمد مشکریم میگه که شکل آدمیزاد بود. وقتی که کشتمش این شکلی در اومد. اگه نمی کشتمش